مثل اسماعیل بیاری در مذبح قربانی کنی و بگید که خب حضرت ابراهیمه که خدا گفته قربانی کنی، من هم پسرم را قربانی میکنم. پسری هم من اون هم مثل اسماعیل ذبیح الله، نه یک پسر معتادی که از زندگیش دیگه عاجز شدی یا سرش بوی بود. اتباع کنید. اونجا حکم به فرشتگان بود که ما مسجود بشیم اونها ساجد. این همون معنایی که دیگران میکنن، من همون معنا را که همین سجده ای که ما الان برای خدا انجامش میدیم، همین سجده را هم فرشتگان به صورت دست جمعی در یک زمان کردن. تو فرمان اونجا بوده. تو احکم الحاکمین هر فرمانی بدهد شما حق چرا داری؟ من میتونم بگم چرا؟ نه بگی الله تعالی قارهاش حق چرا دارن؟ این حق مصوبه الله هست. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این حق مسلمه الله هست یا نه؟ لا یسأل عما یفعل. من گاهی شوخی میکنم، دوستان خود را میگم، من تا الان کسی را ندیدم که بگه خدا چرا من اینقدر غنی کردی و سرمایه‌دار کردی، لیکن زیاد دیدم که میگه خدا چرا ما را فقیر کرد. شما تا الان دیدی خبر دارید یک آقای بگه بر خدا اعتراض کنه خدا این همه زمین کشاورزی پیشرفته، این همه امکانات تجاری را چرا به اختیار من گذاشتی؟ شما دیدید کسی اعتراض کند از اغنیا؟ ها؟ شنیدید؟ دیدید؟ کسی حاضر اعتراض کنه خدا چرا اینقدر پول به اختیار من گذاشتی؟ این همه ماشین، همه اتوبوس، این همه کارخانه، این همه زمینهای زراعی، میلیونها پول است، تنها محصول گندم به دستش میاد. کسی ما تا الان ندیدیم نشنیدیم بر خدا اعتراض کنن که این همه غنیگیری چرا به من دادی. لیکن اونهایی که بر خدا اعتراض میکنند و فقیرن زیاده. تعدادی از خویشاوندان ما گفتن نماز بخونیم، چرا نماز بخونیم؟ خدا ما را مسکین کرده. الله هر چی بکند، هر چی بگوید کسی حق چرا ندارد. سروران گرامی، حق چرا؟ این حق خدا ندارد. انسانها برای این که ارتشیار را به کشتن بده میگوند که ارتش چرا ندارد. ارتش چرا دارد؟ به خدا چرایی میکنه ارتشهای دیکتاتور را، دیکتاتورهای بالا که نفس نمیکشن ارتشیار. یک دوزی ارتشیار را چرا میگیرید؟ از دست و پاش بود است، به جایی که قاتل بشه مقتول بشه. پس سروران گرامی دستور الله بوده دیگه، ما حق نداریم چرا بگیم و حق نداریم که بگیم اون دلیل مستمسکه. برعکس نوبت به ما رسیده. نوبت به ما رسیده چه دستور داده شد؟ سوره جن ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. احدا گفته یا صنما گفته؟ او انسانها مساجد را معنی میکنه وقت مختصرا اونهایی که اهل علم میشناسن. مساجد یعنی تمام کره خاکی به الله اختصاص دارد. همراه با خدا کسی را نخوانید. مساجد آلات سجده اینها به الله اختصاص داره. اسم آلا باشه، اسم ذات باشه. مساجد مصدر میمی به معنی سجده و مساجد مصدر میمی یعنی سجده. سجده ها تعظیمی و غیر تعظیمی حق اختصاصی الله والله عامل الله بر اختصاص هست. اونها که اهل علم خاصت الشیء ما یوجد فیه ولا یوجد فیه غیره. سجده عبادت حق اختصاصی الله هست و خواندن هم عبادت حق اختصاصی الله هست. الله تعالی فرمان داد که ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. پس سجده غیر الله شرک و سجده و ندای غیر الله سجده و ندای شیطان است. به این خاطر حضرت آدم میگوید، ببخشید حضرت ابراهیم خلیل الله، یا ابت لا تعبد الشیطان، بابا شیطان را سجده نکن، شیطان را نخوان. سجده خدا از اطاعت خدا
توضیحش بیشتر بدم. هر که نماز نخوان موقع نماز به کارهای دیگر مشغول شد و مرید شیطان. هر که هنگام روزه گرفتن روزه فرضی روزه نگرفت و مرید شیطان. هنگام صبح اگر او برای نماز بلند نشد بیدارش کردن. یکی قصه خوبی کرد. یک خانمی گفت، یکی خودش کرد که خانم مرا برای نماز بیدار کرد. یک مرتبه دو مرتبه من خسته بودم، آخر که ناراحت شدم یک کشیده گرمی به خانمم زدم که فکش هم شکست. میگه خدا من جریمه کرد، من لغزیدم و یک ضربه سنگینی خوردم. لیکن پسر این مادر وقتی بزرگ شد و چی میگه اینها که بوکس بازی میکنن؟ چی کاراتش میگه؟ من نمیدونم اصطلاحاتا، من بلوچی امی هستم. پسرش خوب گردن کلوف شد. مادر گفت با این پدرت میبینی یک زمانی من برای نماز بلند کردم، لحاظا من چنان کشیده زده که پک من شکست. یک روزی مادر با پسر هماهنگ پدر گرفتم. اگر این پسر که خیلی بوکس زده بلد و چنان کشیده وارد رخسار پدر کرد که پک شکست. گفت این جایزه نه، بعد فراری شد، شکایت شد فلان. دو سه ماه آخر پسر آمد، پدر هم که زخمش سالم شد، فرزند دیگه. آخر آور مامورا گرفتم، میخواستم ببرم بازداشت کنم. پدر میگه که دیگه من رحم آمد. گفتم فرزند منه، هر چی خطا کرده. پدر مهربانه، فرزند هر دقیقه جفا بکنه آخر دست رحمت میکشه. پدرها میدانند حال فرزندها. این فرزندها از روز ولادت تا که به دامادی میرسند و تا که گردن کلفت میشن اینقدر ایزا میرسانند از طفلی که دیگه همش خانه را با بو با فلان و فلان اشغال میکنند. این خواب شیرین میزنه یک فریادی که دیگه مادر و پدر دوتایی را بیدار میکنه. دیگه این رنجه ها را پدرها کشیدن، لحاظا به اصطلاح ما بارکوب شدن. یعنی زیر بار کسی زیاد بره دیگه از بار نمی حراسه. به هر حال دور رفتم. حضرت من گفتم اونهایی که نماز صبح بیدار نمیشن اینها مرید نفس و شیطانن. در حدیث آمده که وقتی انسان برای نماز انسان میخوابه شیطان گره میزنه در قسمت کفایش، و لحاظا این انسان وقتی از خواب بیدار نشه برای نماز بلند نشه، اگر بلند بشه نام خدا را بگیره بره وضو بگیره نماز بخانه حشاش و بشاش میشه راحت میشه. اگر بلند نمیشه موقع نماز خوابیده شیطان میاد تو گوشش ادرار میکنه، تمام روزش خبیث فکرهای زشت در دلش دور میزنه. اینو پیغمبر گفته. این شیطان دشمن سرسخت من و شما. من و شما به جای خود که آقا و سیدها را هم نگذاشت. درسته یا نه؟ حضرت یوسف خواب را با پدر بیان کرد. پدر توصیه کرد که یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. فرزند عزیزم یوسف جگرگوشا این خواب را با برادرها در میان نگذاری. فیکیدوا لک کیدا، بر علیه تو مکر و کید میکنن و به تو ضرری وارد میکنن. که بله یوسف که الان نازنین پدر شده خواب هم میبینه که ما گوش به فرمان او باشیم. سجده به معنای منقاد شدن، تسلیم شدن. آنجا الله به حضرت فرشتگان گفت این آدم خلیفت الله فی الارض هست، خلیفه هست. حالا توجیهات دیگره من دیگه نمیرم طرف. این خلیفه باید مورد اکرام بشه. جبرائیل تو برای اینها باید ببری، میکائیل تو ارزاق را فراهم بکنین، همه باغهای مردم باید آب بدی. اسرائیل تو خدمت دیگر را بکنی. ماشاءالله اینها که پیر میشند و دیگه از دست پا میافتن، زن هم بد میاد، خانم هم بد میاد، بچه ها هم بد میاد. این پیرمرد گوشه خانه را اشغال کرده، بلا نسبت دیگه الله حوصله نداره تا دستشویی بره، همینجا کارش تمام میکنه. این اسرائیل گفت برو خدمت کن، را احضار کن بیارش پیش من.
کسی که سبحان الله، کسی که نخابشه، کسی که از دست و پا بیفته، چقدر سخت زندگی. اسرائیل چقدر مهربانی میکنه و گاهگاه اسرائیل به فرمان خدا انقدر مهربانه انسان را تا عالم گناه هم نمیگذاره، در طفلی احضارش و در طفلی انسان احضار بشه غالبا مؤمن زاده انشالله بهشت میره. تو اسرائیل گفت تو خدمت قبض ارواح کن، انما یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ها جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملین عرش و من حوله، اونها هم تسلیما برای ما خدمت میکنند. گوش کنید، حاملین عرش و من حوله هم برای ما خدمت میکنند. چه خدمتی حاملین عرش و من حوله میکنند؟ درسته یا نه؟ سجده به معنای تسلیم شدن در برابر حکم خدا، اجرای حکم میکنی برای آدم و ذریت آدم. شما باید خدمات برسانید. الان هم به خدا من شما اینجا خوابید به یک شرطی، جبرائیل و میکائیل و مقربان و حاملین عرش و من حوله خدمات میرسانند، چنان خدماتی که شاید هر پدر و مادر به فرزندش نمیتونه برسانه. خدمات جبرائیل و میکائیل و حاملین عرش که برای ما میرسانند، همین الان هم میرسانند، هر لحظه میرسانند. وظایف 24 ساعت آنها خدا بیان کرده، خدمات برای بنی آدم، لیکن برای اون بنی آدم که در یک شرطی ببخشید با یک شرطی مشروط بشن یا یک صفتی در آنها یافت بشه که اون صفت ایمانه. خدمات حاملین عرش و من حوله را برای شما بخوانم. شما میدانی سوره حامیم مؤمن هست. الله تعالی میفرماید الذین، تنایه را میخوانم، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم، یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. خدمات جبرائیل، میکائیل و از مقربان الله هستند یا نیستند؟ حاملین عرش و من حوله اینها از مقربان دربار رب العالمین هست یا نه؟ خدمات ارزنده‌ای برای مؤمنین انجام میدن. اون خدمات چیه؟ و یستغفرون للذین آمنوا. این خدمات ارزنده حاملین عرش و من حوله هست. الله چه خدمات ارزنده! آقا در تالش خورده و خوابیده است، عشق و تماشا کرده است، لیکن صفت ایمان در او هست. حاملین عرش نه خواب میرن، نه چرت میزنن، نه خسته میشون، نه پیر میشون، نه گرسنه میشون. حاملین عرش و من حوله گناه سر سوزنی هم انجام نمیدن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خدمات ارزنده حاملین عرش و من حوله برای مؤمنین است. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. خدمات ارزنده هست یا نه؟ ای ربا و فرشتگان و حاملین عرش کی رو فریاد میزنن؟ کی رو فریاد میزنن؟ ربنا میگن یا جبرائیل و میکائیل بنی آدم را یا کسی دیگر را صدا میزنن. آقا این مکتب قرآن هست. من به شما میگم از بای بسم الله تا سین و ناس شما برید مطالعه کنید و بگردید و بیایید. اگر خدا به ما چنین گفته است که شما وقتی به مشکلی گیر کردید، انبیا و اولیاء دوستان من صدا بزنید، گردن من برای شما حلال بیایید ببرید. کجا خدا گفته؟ وقتی خود سیرت انبیا را قرآن بیان کرده یا نه؟ سیرت اولیاء را بیان کرده یا نه؟ انبیا در شدائد زندگی خود کی را صدا میزد؟ سیرت انبیا را الله بیان کرده یا نه؟ یک سوره به نام انبیا هست یا نیست؟ سوره انبیا جز 17
آیش میخواهم برای شما بگم، سوره انبیاء هست، سیرت انبیاء را بیان کرده. اون انبیایی که در مصائب و مشکلات گیر کرده اند، سیرت اولیاء را بیان کرده. سیرت مریم یک صدیقه هست بیان کرده. لیکن هر نبی وقتی به مشکلی گیر کرده، نبی قبل از خود را فریاد نزده، کی را فریاد زده؟ حضرت ایوب مریض بوده، کی را فریاد زده؟ و ایوب ابن نادى ربه، ایوب کی را ندا کرده؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب برای رفع این بلا که این حرارت گرم تمام بدنش را ذوب کرده بود و مال و متاعش از دست رفته بود، حضرت ایوب چرا انبیاء قبل از خود را صدا نمیزد؟ حضرت ایوب از انبیاء بنی اسرائیل، ابراهیم خلیل را چرا صدا نمیزنه؟ اسماعیل ذبیح الله را چرا صدا نمیزنه؟ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. و جواب حضرت ایوب را کی داد؟ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. اللہ تعالی جواب داد یا کسی دیگر جواب داد؟ کی جوابش داد؟ فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر. لازم مال متاعش هم رفته بود. وآتیناه اهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذکرى للعابدین. این موعظه برای عابدین هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید خب اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، کل من الصابرین، اینها رفت. حضرت ذنون اذ ذهب مغاضبا، حضرت یونس، ذنون، سالها فریاد زده، دعوت داده. این دیکتاتورهای زمان یکی از حضرت یونس نشنیدن، چنان خشم گرفتی پیغمبر را حکم صریح از خدا بهش نداده شده بود، رفت و فکر میکرد که الله تعالی میگه ما بر او هیچ فشاری نمیاریم. فظن ان لن نقدر علیه بمعنی لن نضیق علیه. حضرت فکر میکرد که ما این حضرت یونس را که حکم صریح از ما نگرفته، ما بر او هیچ فشاری نمیاریم. خلاصه میگه الله تعالی ما فشار خطرناکی آوردیم. در وسط این دریا، خدا بدانه من دریا مازندران بود، در وسط این دریا کشتی به گردش آمد، قرعه اندازی شد، قرعه این بزرگ در آمد، درون دریا خود را انداخت، ماهی هم فرو برد. حالا در شکم ماهی چارزانو نشسته و خدا را ملامت نمی کنند، الله سبحانه و تعالی را ملامت نمی کنند. فنادا فی الظلمات، شکم ماهی یک تاریکی، اعماق دریا تاریکی دیه. اگر اون به اصطلاح انبری یا اون ماهی بزرگی که یک دفعه بلعیده، اینقدری ماهی کوچیکی نیست مثل قایق که بیاید کنار دریا و مازندرانی ها و تالشی ها ببینه. او در اعماق دریا زندگی میکنه و ماهی های بزرگ در کنار میتونن بیاد. حضرت یونس نادا فی الظلمات الله اله الا انت. دیگه فریاد رس و داد رسی غیر از تو نداری. سبحانک، تو پاکی، هیچ احدی را ناحق بازداشت نمی. سبحان الله. بازداشتی ناحق ظلم است. تو از هر نوع ظلم رب پاکی. ببین بازداشت ناحق ظلم. هنگامی که بنیامین را حضرت یوسف به فرمان خدا از اون راه بازداشت کرد، برادرها آمدن پیشش التماس کرد. ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. پدرش که گیره مرده، این جایی بود که قلب یوسف باید پاره میشد، لحاظا یکی دیگر را به جای بنیامین بازداشت کن. فخذ احدنا مکانه.
حضرت یوسف چه جوابی داد؟ سبحان الله. حضرت فرمود معاذ الله بیگناه را به جای گناهگار بازداشت کردن ظلم است. من صدیق، یوسف به نام یوسف نمیگفت ایها صدیق، من صدیق به زبان خود شما به الله پناه میگیرم که به جای غیر گناهگار این کلمه را نگو که حضرت یوسف حضرت بنیامین گناهی نکرده، گفت معاذ الله به جای بنیامین غیر بنیامین را بازداشت کردن این ظلم هست و من از هر ظلم به خدا پناه میگیرم. زنا ظلم است. زلیخا تو دعوت دادی ہے طلاق، اولین جواب منفی معاذ الله، نافرمانی الله ظلم هست، پناه به الله نافرمانی نمیکنه. این هست سروران گرامی سیرت انبیاء علیهم السلام. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اشتباه از منه، خطا از منه. الله تعالی میگه اگر یونس این تصویرها نمیخوان در شکم ماهی تا قیامت اینجا بازداشتش میکرد. للبث فی بطنه الی یوم الدین. تو خب این سیرت تحقیقی زکریا، مردم الان برای فرزند کجا بارگاه ها که نمیرن، این دربار و اون دربار و این آنجا. حضرت زکریا پیر شده، دیگر اولادی خودش نداره و در دیگر برادرزاده ها و فامیل صلاحیت خدمت دین را نمی بیند. این پیرمرد ضعیف ناتوان برای فرزند کی را فریاد زد؟ الان ما جای بلوچی ما اینجا من نمیدانم چی میگن، میگن بابا این حتی پیر بخشه، این نبی بخشه، این امام بخشه، این فلان بخشه. ظلم. بعضی کلمات اینقدر نحوست دارن که آسمان هم میخواهد از آنها بترکه. و اگر کسی بگه که الله برای کارهای خودش نائبی انتخاب کرده، قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت المسیح ابن الله، زمین و آسمان میخواهد بترکه. الله تعالی میگه شما، الله تعالی میگه کارهای من چرا به دیگران نسبت میدید؟ این ظلم هست یا نه؟ شما میفهمید همه خدمات را به ما از دیشب تا امروز آقای دهقان برسانه و من آقای دیگر را در اینجا ستایش بکنم، تعریف بکنم، خیلی مهمان نوازی کردی آقای دهقان، ولو هم که رفیق ما شاید ناراحت نشه، ولی میگه واقعا بی‌وجدانی. این پذیرایی را تا ساعت 12 شب در خدمت تو بودی، به خاطر تو نان نخوردیم و نشستیم که تو میایی، حالا اینجا همه ستایش از دیگران میکنی که تو را نمیشناسن. الله تعالی میگه خدمات من میرسانم، بچه من میدهم، دختر و پسر من میدهم و شما به غیر من نسبت میدید، به غلام و کنیزان من نسبت میدید. بزرگترین ظالم در کره خاکی نیستم. ظلم نیست. بچه کی میده؟ نظام بچه در اختیار چه کسیه؟ زکریا پیرمرد ناتوان به قول خودش که قرآن حکایت کرده، اهانت حضرت زکریا نیست. انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. او ربا هرچی خواستم تا الان دادی، یک چیز دیگر مانده، اون چیه؟ حبلی من لدنک ولیا. بچه هر نبی دانسته که بچه و اولاد هبه و بخشش خاص رب العالمین است. امروز مردم از جلوی بچه ها فرار میکنن. قرص آمریکایی، آمپول آمریکایی، نمیدانم کمربند آمریکایی، چی بند آمریکایی که بچه پیدا نشه، بچه پیدا نشه. ناراحت نباشید. هر زمانی که الله تعالی بدانه که من نمیتونم رزق میدم، کشتن هم بلده، در 16 ثانیه صدها هزار چنان احضار میکنن که نه مالکی برای زمینه های اونها سر جمع میگذاره، همین آپارتمان های مجلل را قبرستان میکنه و کرده و نشان داده و وعده کرده که هر مجرم را من احضار میکنم. از جلوی فرزند فرار نکنید. این هبه الهی، این هبه الهیه. حضرت زکریا میگه صلاحیت فرزند در من نیست،
که دیگر ناسای اصلا 90 سال گذشته یک بچه هم پیدا نکرده، لیکن بخشش عوض نمیخواهد، مهمانی عوض ندارد. متاسفانه امروز داد و ستد و مهمانی ما تقابلیه، هر جا ببینیم یک چیزی در باز میشه، بفرما تعارف تو خالی هیچ. یک پاکستانی آمده بود گفت شما ایرانیان چشم و هیچ. حرفی که میزنیم دعوت بینه مسجد چشم و چشم شما دیگه هیچی نداره، چشم شما آب نداره، چشم تو خالی. تملک فطرت ما شده، برگشتیم به آبای خودمون. در دین اسلام تملک نیست. ما من المتکلفین حضرت فرمود، من هیچ تکلف نمی کنم. حضرت زکریا علیه السلام فرمود و زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. چه فرمود یا رب لا تذرنی فردا. سبحان الله. یک نبی از نسل اولیاء از انبیاء بنی اسرائیل، خانمش هم صدیقه و ولیه، میگه رب هبلی من لدنک ولیا، یک ولی سالم به من عنایت بده، یرثنی، میراث علوم من را هم ببرد، و یرث من آل یعقوب. انبیاء لم یورثوا درهما ولا دینار ولكن ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یرثنی و یرث من آل یعقوب. لیکن بچه ناسالمی نباشد، آقنا فرمان وجره ردیه. تو الله تعالی میگه زکریا از کی بچه خواست؟ وهبنا له یحیی. در زمان رسول الله نزول قرآن بنی اسرائیل برای فرزند حضرت زکریا را میخواند. زکریا بده ما را فرزند ده. زکریا الله تعالی بدبخت و فلک زده، او از من خواسته، شما چرا دو میخواید؟ گدا به گدا، رحمت به خدا. او سائل در من بوده، حبلی من لدنک ولیا گفته و وهبنا له یحیی، من بهش یحیی بخشیدم. او سائل در من بوده. لحاظ سیرت اجماعی انبیاء همه گوش کنید، الان سیرت اجماعی همه انبیاء اولیاء در پایان آیه سوره انبیاء آیه 90. سبحان الله. این فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجش را ما صلاحیت زاییدن فرزند ما دادیم. الله تعالی میگه من صلاحیت فرزند دادم. همین خانم پیرزال نازارا خب فرزند پیدا میشه، نبی هنوز نمیداند که به چه کیفیتی پیدا میشه. مردم میگن پیرها، ملاها، آخوندها اینها میدانن، اولیاء میدانن. هیچ ولی به پای گرد خاک هیچ نبی نیست. صدیق اکبر افضل ترین مرد این امت به مقام کوچکترین نبی از نظر مقام در میان صف خودش به مقام هیچ نبی صدیق اکبر نمیتونه برسه. انبیاء یک گروه ممتاز، دلیل انبیاء یک گروه ممتاز به مقام هیچ نبی هیچ ولی نمیتواند برسد. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. و گروه النبیین در مقام خودشان متفاوت، در نبوت متفاوت مقام دارند، صدیقین در مقام خود متفاوت، شهدا در مقام خود متفاوت، و صالحین بندگان مقرب الهی به 4 صنف تقسیم شده. بندگان مؤمن الله، بندگان منعم علیه که الله بر آنها انعام داشته و ما را موفق کرده که راه منعم علیه را از خدا بخواهیم. اونها 4 گروه هستند. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. ناراحت نمیشه، من الائمه الله تعالی فرمود
پایین گرفته می آید. نبیین بندگان درجه با صدیقین، بعد شهدا، بعد صالحین. لہذا هیچ جایی نگفت من الائمه. من بیشتر تشریح نمی کنم، وقت ندارم. هر که بگه ولی در مقام نبی رسیده یا بالاتر از نبیه، با ختم نبوت تضاد داره. نبی نمی آید، بالاتر از نبی می آید. و حضرت فرمودن خاتم النبیین لا نبی بعد، نبی بعد از من نیست. حضرت خاتم النبیین هست. صدیق، هر کس را شما صدیق بگید، صدیقه بگید، ما هیچ اختلاف نداریم. لیکن هیچ کس را در مقام هیچ نبی تسلیم نمی کنیم. صدیق اکبر هم به مقام هیچ نبی نمیتواند برسه. او صدیقه. عایشه صدیقه هست، فاطمه صدیقه هست، حضرت علی صدیق هست، فاروق اعظم صدیق هست، عثمان غنی صدیق هست. اینها این مقام های کوچیک طی کردن. صالحین هم هستن، شهدا هم هستن، لیکن به مقام صدیقین هم رسیدن. من اینه میگم کسی که لیسانس دیپلم هست یا نیست، کلاس 5 هست یا نیست، کلاس 2، کلاس اول. ما مؤمنین کلاس اولین دربار خدا. بعضی ها کلاس 2 از شهدا، بعضی ها کلاس 3 هستن صدیقین، بعضی ها کلاس 4 نبیین. این کلاس به خاطر فهمه، یعنی 4 مرتبه الله به منعم علیه داده. و هر کجا الله تعالی دستور داده که شما به این چیزها باید ایمان داشته باشید، اونو به ما گفته کلنا آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و ائمته. هست اشتباه نخوندم، تا رسوله هست. باید این چیزها ایمان به وحدانیت الله، ایمان به وجود ملائکه، ایمان به کتب منزله اجمالا و تفصیلا، و ایمان به رسالت همه انبیا. انبیا را به 2 بخش تقسیم کرده قرآن، منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. اون انبیایی که در گیلان و مازندران کنار این دریای پرمنافع اعزام شدن، خدا سیرت آنها هیچی بیان نکرده. بگردی باید جای نبی دفن است. خدا از همون انبیایی که در اون دیار بودن و مردم اونهایی که مخاطب قرآن بودن سیرت آنها را میدانستند، با نام و نشان آنها آگاهی داشتند. الله تعالی از همون انبیا بیان کرده. زکریا را به عنوان فرزند میخواندند. الله تعالی میگه بدبختها شومبختها، زکریا که خواننده و مرید من بوده، من بهش بچه دادم. و هبنا له، و دهنده بچه منم. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. پیران شما بچه میدن، بله الله تعالی میگه نه، یخلق ما یشاء الله. خب تو که خالقی، لله ملک، در ریاست زمین و آسمان به تو اختصاص دارن. لله لام اختصاصه. این در این ریاست بزرگ از آسمان ها که گرفته تا زمین، کل ریاست مازندران هم به دست توه، ریاست بوش و بلرها هم به دست توه. تو که اینقدر ریاست بزرگی داری، یخلق ما یشاء هم میکنی، تو برای من چی کار کردی ربا؟ کارنامه اترا، خدمات رسانیت را به ما بگو. میگه من خدمات ارزنده‌ای که به شما میرسانم اینه که به شما اولادهای مختلف میدم. خدمات ارزنده الله. یهب لمن یشاء اناثا، اینجا که اناثی است. یهب لمن یشاء ذکورا، این ذکورهای حلال زاده که اینجا نشسته همه هست موهوب الله به والدین. من الله به والدین من عنایت کرده، قدرت والدین من نبوده. یهب لمن یشاء، خدمات رسانی الله به مخلوقات، به انسانهای، مخصوصا به انسانها الله تعالی اینجا بیان میکنه. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن
ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. از انبیاء به لوط علیه السلام دختر عنایت کرد، به ابراهیم خلیل الله تنها دو تا پسر عنایت کرد، به محمد و رسول الله دختر و پسر عنایت کرد و به مادر عایشه هیچی نداد. شما شوق دارید که داماد من و شما ماشاءالله دختر ازدواج کرده، باید دامادم ماشاءالله لیسانس فوق لیسانس دارای فرزندی باشه. ما بلوچه اگر فرزندی پیدا نشد دیگه داماد زود ازدواج میکنه، اینجا نمیدن. آیا صدیق مگر دلش نمیخواست که دارای نواسه از حضرت محمد بشه؟ مادر عایشه صدیقه مگر قلب او نمیتفید که من دارای یک فرزند برومندی بشم؟ ها؟ چقدر محبت به اولاد هست که هر انسان رحم دل به اولاد دارد، لیکن الله نخواست که به مادر عایشه فرزندی از رسول الله بدهد، او را در لیست یجعل من یشاء و عقیما قرار داد. این مادر ما هست، صدیقه طاهره طیبه، یک فرزندی آن هم از رسول الله در سن 18 سالگی هم خدا بهش نداد. لیکن الله تعالی عزتی به مادر عایشه داد، گفت ازواج و امهات المؤمنین، ناراحت نباش، همه مؤمن هم فرزندان تو. خوش باش، هر کس مادر را مادر قبول ندارد قرآن را قبول مادر عایشه طاهره طیبه محبوبه رسول الله است. بله الله تعالی در لیست یجعل من یشاء عقیما قرار داد. اکثر شما شاید اینجا هستن که ماشاءالله یزوجهم ذکرانا و اناسا، هم دختر میده گاهی دوتا میده. تهرانی ها جلوگیری کردن 5 تا را یک مرتبه بیرون. 5 گلو نداد. اگر این بدبخت تا 10 سال جلوگیری نمی کرد، هر 2 سال یک بچه پیدا می شد، روز آخرین بچه پنجمی بچه 8 ساله داشت، 6 ساله داشت. 8 ساله و 6 ساله کم از کم برای مادر کار می کنه. یک دفعه الله تعالی فرمود جلوگیری می کنی 5 تا میاد بگیریش جلوش. این همه دستگاه های پیشرفته شما ستاره نشان می دادن، 2 تای دیگر را نشان ندادن. قربان برای این شیر ازال، این شیر ازال همینه. بخشنده اولاد کیه؟ حضرت ابراهیم را کی داد 2 تا پسر ارزنده میداد؟ از وظایف ابراهیم یک وظیفه این بود، میفرمود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ابراهیم میگه که کی بخشیده اسماعیل و اسحاق؟ اونم در سن پیری کی بخشیده؟ شما میگید که نه بابا حسن هم بخشیده، فلانی هم بخشیده. ما داریم خرقانی میگه بابا پیر بخشه، نبی بخشه، فلان بخشه. این همه بخش ها کلماتی هستند که غضب خودم من میرسانم، شما به دیگران نسبت بدید. بی خاطر قرآن عظیم الشان بیان فرمود که همه انبیا من خواندن، انهم کانوا یصارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. سیرت همه انبیا بعد از سیرت خصوصی الله تعالی میگه کانو، انهم کانو. کانه بر سر مضارع اونها که از اهل فنن برای استمرار و دوام دلالت دارد. الله تعالی میگه استمراران دواما همه انبیا و اولیاء یصارعون فی الخیرات، در کارهای خیر از یک دیگر مسارعت و سرعت میگرفتن. هر ولی میخواست که در باب عبادت از دیگری پیش بره، هر نبی هم میخواست که بیشتر عبادت کنه. خاتم النبیین آنقدر در خیرات سبقت کرد، وقتی الله تعالی دستور داد قم اللیل الا قلیلا، او نبی قم اللیل، شبها قیام بفرما، الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه. و در این قیام لیل رتل القرآن ترتیلا.
خدا را خاتم النبیین چقدر اجرا کرد تا اندازه قیام لیل فرمود که قدمهای مبارک آماز کردن یا نکردن؟ اینقدر قیام اللیل کرد، اینقدر گریه می کرد پیش خدای عزوجل که صدای یک دیگ دهن بسته که غلغل بکند از درون پیغمبر شنیده می شد. اینقدر تضرع کرد کانو یدوننا رغبا و رهبا، بار بار از خوف من خدا همه انبیا من فریاد می زدن. رغبا حاله یدوننا راغبین و راهبین، هم می ترسیدن از من رب العالمین، هم به رحمت های من امیدها داشتن، راغب داشتن. و کانو لنا خاشعین، گردن همه انبیا در برابر من الله پایین بود یا نبود؟ نبود. کانو لنا خاشعین، کانه بس آمد. ها تو این دیگر اونجا الله تعالی میگه استمرانا اینها جلوی من خاشع بودن. این سیرت انبیا هست سروران گرامی. اگر شما میخواهید سبحان الله کامیابی به تمسک کنید سیرت انبیا، الله تعالی گفته من هم شما را ای امت محمد زمان محبوب قرار میدم و گناه شما را زمان میبخشم که پیغمبر من اتباع کنید. قل ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا دوستدار اللهی و میخواهید شما محب هستید، همه جهان من الله را دوست دارد، لیکن شرط محبوبیت شما چیه؟ که من الله محب بشم و شما محبوب بشید. شرط محبوبیت اینه که بگو به این انسانها که من محمد را مو به مو از همه بیشتر در عقیده اتباع کنید، در اعمال اتباع کنید، در اخلاق اتباع کنید. فتبعونی در عقیدتا عملا و اخلاقا یحببکم الله. جایزه نقد الله اینه که شما را محبوب قرار میده و جایزه ثانی اینه که یغفر لکم ذنوبکم، شما گناههای شما را میبخشه. شرایط بخشش اتباع رسول الله. شرایط محبوبیت ما، از شرایط محبوبیت ما که مغز همه شرایط است اتباع رسول الله، قولا فعلا از همه بیشتر اعتقادا. حضرت رسول الله کی را میخوان؟ انما سوره جن انما دو ربی، انما کلمه انما برای حصر. الله تعالی تبلیغ رسول الله را بگم، سخنرانی های رسول الله از لوح محفوظ ساخته شده می آمده. هر کلمه قل سخنرانی رسول الله است از بارگاه. یک روزی الله تعالی سوره جن نازل می کند و می گوید با این کلمات امروز سخنرانی می کنید. سبحان الله. این سوره جن رکوع دوم اول سخنرانی جن ها است. از اینجا دیگه سخنرانی الله شروع شده، جن ها را بس کرد. وقت نیست که سخنرانی جن ها را بگیم، سوره جن در اختیار شما. از قل سخنرانی رسول الله امروز به مردم اینه. مردم گاهی برای بعضی ها سخنرانی مکتوب می‌فرستند. شما امروز در این مورد حرف میزنید. الله تعالی به رسول الله میگه امروز شما برای مقتدیان خود یعنی اصحاب خود و به تمام انسانیت این سخنرانی شما امروز. قل انما ادعو ربی ولا شرک به احدا. بگو بین همه انسانیت ابلاغ کن که غیر از این حرف دیگه حرفی نیست. کلمه انما حصره، در فارسی به معنی حضرت حسین جزئی نیست. غیر از این حرف دیگه حرفی من ندارم که من هر لحظه فریاد میزنم ربم را ولا اشرک به احدا. احدا گفت یا صنما گفت، من با رب صنمی را شریک نمیکنم. بت بازی ترجمه کن، بت هیچ بتی را. و احد برای سبیل کل به کار میره. بت را احد میگه کی گفته؟ کدام لغتدان دنیا بت را احد گفته؟ من هیچ احدی را از بت و غیر بت با خدا همراه شریک نمیکنم.
چرا اللہ تعالی فرمود ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دیگه قل سخنرانی دوم انی لا املك لكم ضرا ولا رشدا. من محمد در اختیار ندارم ضرر دادن شما را و منفعت دادن شما را. هدایت و ضلالت شما در قبضه قدرت من نیست. و حضرت محمد حضرت ابراهیم خلیل الله، من شما را یک کلمه میگم، آیا روز اول که خدا نبوت به حضرت محمد داد صلی الله علیه وسلم، آرزوی دل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم این نبود که تمام انسان ها مومن بشند و برن بهشت؟ این آرزوی دل پیغمبر بود یا نه؟ حالا من دیگه دورتر نمیرم برای خویشاوندان نزدیک نام ببرم که ناراحت کسی نشه. آیا ابراهیم خلیل الله این آرزو را در دل نداشت که آذر بهشت بره برای همیشه؟ داشت یا نه؟ خطاب کرد یا ابت لا تعبد، یا ابت انی قد جاءنی، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. چار یا ابتی حضرت ابراهیم علیه السلام به کار بست و دعوت داد و در پایان آذر حضرت ابراهیم را در برابر این دعوت پر محتوا و با مستدل و دلیل حضرت ابراهیم را چه گفت؟ اراغب انت عن آلهتی، تو از معبودان من اعراض داری یا ابراهیم؟ دست نکشیدی از این واعظ و تبلیغ، سنگسارت میکنم دیگه از این تاریخ به بعد تو را دور بر خانه خود نگیره. لئن لم تنتهی لارجمنک. ابراهیم چین بلا نسبت چه جنایتی کرده که پدر میگه لارجمنک و بعد میگه وهجرنی ملیا، دور بر خانه تو را دیگه نبینه. تهدید به سنگسار پدر فرزند را میکنه یا نه؟ جرم فرزند چیه که لا تعبد شیطان نه شیطان کان للرحمن عصیا. نافرمان رحمان را که تو رحمان را هم قبول داری، نافرمان رحمان را چرا اطاعت میکنی؟ تو تهدید به سنگسار شد، این سنگهای تو را دیگه سنگسار میکنن. حضرت ابراهیم در جواب این تهدید بسیار تلخ و تیز چی میگه؟ سلام علیک سلام علیک اذا خاطبهم الجاهلون قالوا. این سلام مترک. سلام علیک بابای غضبناک، سلام بر تو باد گزنده روزگار و آخرت متوجه تو نباشد. پیغمبر میگه سلام علیک، پیغمبر معمولی نه، جد همه انبیا ابراهیم خلیل الله، ابراهیمی که الله امتیاز خاصی به ابراهیم داده، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. بگه سلام علیک سأستغفر لك ربی، برای تو از رب آمرزش میخواهم. وعده کرد یا نکرد؟ طبق این وعده حضرت ابراهیم یک مرتبه یا 10 مرتبه یا 20 شمار مرتبه از خدا برای پدرش آمرزش خواسته یا نخواسته؟ بارها خواسته، به کرات و مرات خواسته، در ساعات شب خواسته، در ساعات روز خواسته. گفته یا رب پدرم را هدایت بفرما، ببخش. سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. رب نسبت من خیلی مهربانه، یعنی من نازنین رب العالمینم، برای تو آمرزش میخواهم. لیکن آذر انابت نکرد. الله هدایت داد یا نداد؟ شرط هدایت انابته. منیب را رد نمی کند، مستکبر را توجه نمی کند. این هست متکبر. الله متکبر هست یا نه؟ المتکبر له الکبریا. منیب را، طالب را، سائل را رد نمی کند، مستکبر را توجه هم نمی کند. این خدا هست، خدا را بشناسی. پدر پیغمبر استغنا می کند، الله میگه برو به جهنم برای همیشه. زن پیغمبر ابا می کند، میگه برو تو جهنم همیشه. پسر پیغمبر ابا می کند، برو تو جهنم همیشه. مگر دربار رب العالمین پارتی بازیه؟ چسبی کش و شراب بخور و نماز نخوان و فلان نکن، فقط یک نعره یا ابراهیم جنت برو. کی گفته این طور دادگاه الهی؟
این پیغمبر اینقدر دعا، اینقدر تضرع، اینقدر عاجزی، اینقدر طلب بخشش. آخر الله تعالی حضرت ابراهیم را گفت که بگه برو که نمرودی ها را که در راست پدرت هست و نمرود اینها را هلاک میکنن، تو اینجا باشی نمیکنن، برو مصر، برو شام. حضرت ابراهیم روز جایی پدر را قوم را خطاب کرد، دیگه ناامید شد. پدرش مرد در حال کفر، ابراهیم بیزار شد چون اجازه ندارد نبی برای مشرک باشه. مشرک دیگه باشیش میخواد. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هیچ که اجازه نداره. احکم الحاکمین فرمان داد روز جدایی از قوم سخنرانی ابراهیم علیه السلام و سخنرانی حضرت محمد انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. روز جدایی از قوم نمرود و نمرودی ها در راست پدرش که قبلا مرده، لحظه روز جدایی به فرمان رب العالمین ابراهیم هجرت کن، مصری ها را دعوت بده، شامی ها را دعوت بده، خانه که عبادتگاه ابدی من تا قیامت است، الان از عبادت تعطیل شده، تعمیر کن. سبحان الله. معمار خانه کعبه روز جدایی از والدین، روز جدایی از احباب، روز جدایی از وطن، روز جدایی از خانه و کاشانه سخنرانیش را میخواهید بشنید. فرمود اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. تمام میکنه همینجا. اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. از شما جدا میشم و از اونهایی که شما فریاد میزنید غیر از الله. انبیاء الله هم یا غیر الله؟ فرشتگان الله هم یا غیر الله؟ خودتان بگید. اولیاء الله هم یا غیر الله؟ و ما تدعون من دون الله. خب که اونهایی را که ما میخوانیم تو نمیخوانی، تو کی را میخوانی برای مشکل گشایی؟ وسیله نجات و پارتی تو کیه؟ تو کی را میخوانی؟ ما تدعون هم تو ترک میدی، ما را هم تو ترک میدی، پشتبان تو کیه؟ پارتی تو کیه؟ به تو کی میتواند خدمات برساند در دنیا آخرت؟ میگه ادعو ربی، من فقط ربم را میخوام. فقط لغت عرب را بلد باش. این سیرت انبیاء. حضرت هم میگه ادعو ربی، جد امجد از ابراهیم میگه ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء رب شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وحبنا لهم. بعد از آزمایشات الله تعالی مقام میده. اهل تعالیش آزمایش نیاید مقام هم نمیاد. اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. تو را چنان مقتدایی برای انسان ها بکنم که تا قیام قیامت در این دره تالش هم ابراهیم خلیل را بنازم. به عنوان یک مقتدا و انسان برگزیده حضرت ابراهیم مورد توجه تمام انسان ها هست. یهودیت خود را به ابراهیم نسبت میده، نصرانیت نسبت میده، من و شما و مسلمین هم خود به ابراهیم همه حاضرن که ابراهیم را مقتدا قبول بکنن. لیکن چه زمانی؟ زمانی، حالا معنی امام را دارم برای شما میگم، زمانی که امتحانات سنگین را پشت سر گذاشت گفت دیگه تو را مقتدای انسان میکنم. همه انسان ها دیگه، این همه انبیایی که غیر از حضرت ابراهیم بودن، هزاران نبی، ما نام و نشان آنها را نمیدانیم. پس ابراهیم مقتدایتش ثبت شد، قبلا قبول نمیشد. الله گفت بعد من تو را مقتدای جهان میکنم. همه باید تو را تمجید کنند و تعریف بکنند. در قرآن تمجید و تعریف کرده. سیرت طیبه ابراهیم، سیرت انبیا، این سیرت اولیاء. لذا قرآن خاطر کنید تا به خدا برسید. خلاف پیامبر که محبوزی که پیغمبر آن است که هرگز زل خواهد و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سبحانك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمین. اربا از تو و اسلام اخلاص کامل میخواهیم. خدایا با ایمان حقانیت و ابراهیم احسان این عمل در دنیا زنده نگهدار، خاتمه ما اسلام و احسان کامل بگردم. اخلاص زنده نگهدار و موت ما را زمانی ایمان اسلام موت بده. فاطر سماوات ارض سماوات ولینا فی الدنیا والآخرة تفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرة
توفنا مسلمين والصالحين ربهم أعطينا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. خدایا با لطف و احسان خودت به ما توفیق شکرگزاری این نعمت عنایت بفرما که ما از این نعمت‌های وافر تو شکرگزار باشیم، خصوصا نعمت قرآن را قدر شناس باشیم. اوزعنا ان نشکر نعمتک التي انعمت، که بزرگترین نعمت قرآن هست، بالاتر تمام نعمت‌های دنیا و آخرت. حقا که قرآن تو نعمت بالاتریه. خدایا قدر این نعمت را به ما عنایت بفرما و در نصیب ما بگردان که اعمال صالحی که مورد پسند تو باشند انجام بدهیم. خدایا با لطف خودت ما را در لیست صالحین قرار بده و ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. سروران گرامی در لیست عباد صالحین قرار گرفتن آرزوی هر نبی بوده که در هر نعمتی غرق بوده. حضرت سلیمان همین دعا را کرد، با لطف خودت با احسان خودت ربا ما را در لیست صالحین قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.